یک سرزمین استعدادکش با افتخار قهرمانی. یک چیز فکایگونه است ولی مفهوم داره. میگن در ژاپن 9 تا بیعقل به دنیا میاد، 1 تا هوشیار. در افغانستان 9 تا هوشیار، 1 تا بیعقل. میگه این چی رقم است؟ 9 جن هوشیار چرا درستن؟ میگه اوجا 9 تا بیعقل زیر یک دست یک هوشیار میده. اینجا 9 هوشیار زیر دست یک بیعقل میده. دیگر روزگار جور است. این جمله را شنیدین؟ میگه لشکر گوسفندها به رهبری گرگ بهتر است از لشکر گرگا به رهبری گوسفند. شتر پرسان کردن که از دستی بنی آدم گله نداری؟ یک سرت بار میکنه، تشنه، ای دشتا اینا. گفتی از این چیز اینا شکایت ندارم، فقط از یک چیز شکایت دارم. گفت از چی؟ گفت مرا در دم خر بسته میکنن. قصه از این ملت همونطور است عزیز دل من. آرزو دارم که امروز میریم یک کمی بشینیم با خود حساب کتاب کنیم، قلم و کاغذ بگیریم. 12 سال به خیل خندی تیر کردیم، 2 سمستر تیر کردیم، دیگه چقدر میخوایم؟ عزیز دل من، انشتین یک جمله داره، میگه اگه از یک راه 1000 دفعه بری امو جایی میرسی که قبلا رسیده بودی. این بسیار حماقت است که تو از یک مسیر میری توقع داشته باشی به جای متفاوت برسی. مسیر ما و شما چی بوده؟ ساعتها تلویزیون دیدن، از 6 شام تا 12 شب. اگر برقا نره صبح امور تکرار میبینیم. ملت سریال بین، ایک سریال که در این کشور نشد شد، در هیچ جای نشد. جالبش سریال جور میکنن، در خود سریال تلویزیون همونایی که سریال جور میکنه خاموش است، اما تلویزیون از این ملت تا برق باشه روشن است.